خب السلام علیکم بینندگان گرامی. امروز من به شما کمتر معلومات میدیم در برای از خود کردن گراماتیک زبانی انگلیسی. خب این هست English Grammar، یعنی که گراماتیک زبانی انگلیسی. خب به شما کمتر معلومات میدیم. در پیش ما کمتر ویدیوها را ثبت میکنیم. اونها هستند درباره درس های personal pronouns، verb to be، have and has و همچنین possessive adjectives. این درس آینده ما هستند. برای همین اگر که شما اونها رو درباره زبان انگلیسی معلومات داشته باشید، اونها رو تماشا کنید و گراماتیک زبان انگلیسی رو از خود کنید. خب در اومد دیگه با شما گفتنی هستم که اگر شما زبان انگلیسی رو از خود کردنی باشید، خواهید که اگر لیسنینگ یعنی که شکل گوش کنیاتون رو بهتر کنید، با شما بهتر میشه که بسیار کینوها یا اینکه بگیم مولت فیلم ها و غیره را با زبان انگلیسی تماشا کنید و همچنین اگر که سوب تیتر داشته باشد با بهت خوب می شود، یعنی که در این حالت شما گوش کنیاتون رو بهتر میکنید. اگر شما خواهید که گپ زنیاتون رو بهتر کنید، کم و بیش کلمه ها رو از خود کنید، اگر گراماتیک را از خود کنید با بهتر می شود، یعنی که بسیار گپ زنیاتون رو استفاده برید با کدام آدمی که با شما وام میخورید انگلیسی رو کم بشم که داند، با آنها صحبت کرده میتوانید. خب حتی اگر که شما آدمی که با انگلیسی رو یافته نتونید، میتونید با من، خب من سلکه اکانت اینستاگرام خودم رو در پایین این ویدیو مینویسم. اگر که شما اگه سوال داشته باشید، میتونید با من، یکی شما نفهمیدید، میتونید با من با زبان انگلیسی صحبت کنید. خب میتونید با شکل های گیم ویدیو چت، میتونید با فقط چت، یعنی که با طرز نوشتن با من با زبان انگلیسی صحبت کنید و انگلیسی خودتون رو تجربه کنید. خب و همچنین هست با در زبان انگلیسی کورس های ریدینگ، یعنی که خواندن رو اگر شما خواهید که خواندن و فهمیش خودتون رو بهتر کنید، میتونید کتاب های زبان انگلیسی رو بسیار خوانده، کلمه هایی که شما نمیفهمید کلمه ها رو نوشته ترجمه شون رو. خب و همچنین در دوام این ترجمه کنید، متنی که میخورین شما آنها رو ترجمه کنید. اگر این برای شما بهت خوب میشود، برای اون که شما ریدینگتون بهترین میشه و همچنین فهمیشتون خوب میشود. این باز برای سپیکینگ، یعنی که برای گفتگوی شما گیم تاثیر میرسوند. خب آخرین هست کورس های گیم شکلی رایتینگ، یعنی که نوشته جد. اگر شما خواهید که نوشتنتون رو بهتر کنید، بسیار نوشتن در کور است، این عادی است. خب ایت سیمپل، یعنی که اگر که خواهید نوشتنتون رو بهتر کنید، بسیار یکون کس را میگوید با شما میگوید شما دیکتان بنویسید، یعنی که شما کلمه رو که از یاد کردید اون کلمه رو یک بار گوش کرده در دفتر در اونجا مینویسید. این گیم شکلی نوشته شما رو بهتر میکنه. خب این چنین در روند گپ با شما گفتنی هستم که اگر شما اگر موادها رو با زبان انگلیسی جستجو دارید، میتونید آنها رو از سایت ما misol.tj گفته آنها رو میابید. و همچنین من مواد خودم رو، یعنی که کتاب نوشتم درباره گراماتیک زبان انگلیسی. اگر شما گراماتیک را خود کردن خواهید، میتونید هم موضوع ها رو برای گیم قدم ها، یعنی که برای اوروین های بیگینر و الیمنتری با شما چیزی که در کار هست نیست، میتونید از سایت misol.tj گفته یابید. خب و همچنین میتونید سایت ما رو در گیم شبکه های تلگرام و فیسبوک که نامش misol.tj هست از آن جاها یابید.